توی تهران بیشتر خانم ها، اونایی که پا به سن بودن، مثلا از دم ورزشگاه شیرودی میرفتن، یه مادر بزرگی با عصا گفت بیا اینجا ببینم. گفت چرا با این شربانه این کارو کردی؟ تو خجالت نمیکشی؟ حالا من نمیتونم توضیح بدم مادر من، اون فیلمه، اون سریاله، اون بازیه، ولی من با آغوش باز، با استقبال، یعنی با لبخند میگذروندم، گوش میکردم. درگیری فیزیکی هم شد؟ واقعا یک جاهایی تو شهرستانایی که اون اوایل این اتفاق افتاد واقعا، یعنی میومدن که شما رو بزنن؟ آره، برفرض میگم از طرف جشنواره برفرض داور میشدم، میرفتم فلان استان، اسم نمیارم، بعد فلانی اون فلان شده میخواد داوری کنه، اون آخه حالا نه به تحصیلاتت کار داشتن نه به دانش، اینا مهمه، ولی اون شخصیتی که بازی کردی، اون نقشی که واقعا منفور شده در میون مردم و